دوستای دل، داخل کلیپ قبلی نحوه تعویض کامل برفاکن رو براتون گذاشتیم. این سری میخوام نحوه تعویض فقط تیغه برفاکن رو براتون بذارم. خیلی راحت و خیلی آسونه. این کار خیلی ساده تر از تعویض خود کامل تیغه است. به صورت که شوی اینو بکشید رو عقب، تیغه در میاد و زادادش هم به همین صورته. داخل ریل قرار میدید و یکی یکی عبور میدید تا به انتها برسه. وقتی به انتها رسید یه نکته داره، میخوام اونو براتون بگم. عزیزان به انتها رسید، ولی باید اونو یکم بکشید عقب تا این زامن به پشت این لاستیک برسه و گیر کنه. ببینید دوستان، الان سر جای خودش سوار شد و محکمه، تا به اون فشار نیاری در نمیاد. ولی وقتی یکم عقب‌تر از این زامن باشه، میرید سر جای خودش لغ میزنه و راحت در میاد. حتما اونو به این زامن برسونید تا سر جای خودش چیپ بشه. تعویض این لاستیک تنها هم ارزون قیمت‌تره هم راحت‌تره.